بچه‌ها 4 تا پیچ اینجا داره. این 4 تا پیچ رو باز می‌کنین. بعد می‌زنین این پروانه رو که در آوردیم. 4 تا پیچ هم دیگه اینجا داره. این هم در میاریم. بعد این کنیکتور الان سالمه، حتی سیم پیچش هم سالمه، همه چیش سالم. خب حالا میریم سر این اونجا رو که ببینیم از اینجاش مشخصه. ببین اینجاش داغ شده، داغ شده، این سیم پیچ داغ شده و بعد عوض بشه، دوباره سیم پیچ بشه. این سیم پیچ هم شما ببینید سیم پیچ مس یا آلومینیوم وقتی بهش این خط وارد اینجا خط میزنید اینجا سفید رنگه، اینجا رو اینجا این رنگ سفید داره، این سیم پیچ آلومینیومه. درست اینو لوها به مس میزنن ولی توش آلومینیومه، روکشش مسه. حالا این پیچ رو باز میکنیم. دو سر سیم که اینجا میاد قطع میکنیم. خب این داخل پیچی باز میشه، اینجوری در میشه، این داخلش، این هم جای داخلش که این اینجوری این میره تنها دایره که اینجا داره اینجوری میره. بعد این سیم پیچا رو هم باید چیکار کنیم؟ این سیم پیچا رو باید در بیارین ازش، یه ورش رو میبریم ازش در میاریم. بعد بشماریم که چند تا دونه مشخص میشه چند دوره، هر دونه یه دوره. یعنی اگه 100 تا دوره باید 100 تا دوره دیگه بپیچیم و وصل کنیم به این ور، 100 تا دوره وصل کنیم به این ور. دوباره یه ورود خروج داره، یه ورود خروج دو سر از این ور سیم پیچ بهتون میده، سیم پیچ دو تا این ور ورود خروجش. خب که دو سرش وصل میشه، دو سر یه سر این سیم پیچ، یه سر این سیم پیچ وصل میشه به زغال، یه سر این دیگه با یه سر دیگه این وصل میشه به برق که روشن میشه. حالا این سیم پیچ همین تمام شد.